اگه فرزندتون تنهایی بخواد بره سفر بهش اجازه میدین یا نه؟ تنهایی که با دوستاش رفته. چرا اجازه دادین؟ به خاطر که زندگی اونه، من پدرشم اما تصمیم گیرنده برای اون نیستم. اون خودش برای زندگیش با تصمیم بگیره. آقا بچه من هست اما من مالکش نیستم. دیگه 18 سال به بعد و بله قطعا اجازه میدن بره. سنی رسیده که خودش باید از پس کار خودش بر بیاد دیگه. قبلا اجازه نمیدادم ولی با طرز تفکر الانم آره حتما. چه تغییری کرده؟ میدونم که حتی بچه‌هامون هم حق انتخاب باید داشته باشه. بیشتر فکر می‌کنم خانواده سنتی مذهبی اینا اصلا به خصوص برای خانوما اصلا صلاح نمیدونن. دوستم یه جمله به اون خانواده ها بگی. هر کسی یک بار زندگی میکنه. بچه‌ام الان خب بیشتر دوست دارن با دوستانشون بیشتر برن بیرون. زیاد با خانواده حال نمی‌کنن. باید دوستانشون حتما شناخته شده باشن. بچه‌ها تو یک سنی واقعا نیاز به استقلال دارن و حتما نیاز به سفر با دوستانشون دارن و من موافق هستم. بله بهش اجازه میدم ولی با آدمای درستش. حقیقتا یکم بذارین آزاد باشن، یکم بذارین حسشون اوکی باشه، یکم به فکر زندگی اونا هم باشه. بله حتما. دلیلش چیه؟ هر انسانی میتونه اون استقلالی که میخواد داشته باشه. اسیر من که نیست. زمانی که ما انتخاب میکنیم فرزند داشته باشیم باید همه چیشو با هم انتخاب کنیم، حتی اینکه استقلالش تماما از ما بخواد. اینقدر سخت نگیرین چون که فرزندتون اگر کاری رو بخواد انجام بده قطعا انجام میده و سختگیری شما فقط باعث میشه که یه سری پنهونکاری داشته باشه.